چرا عصبانی هست؟ خب بگو. خبر خوب مثلا خسته شدم دیگه، میخوام زن بگیرم. زن بگیری؟ الکی سر نه به خدا خسته شدم. از چی خسته شدی مامان؟ والا چیکار داری از چی خسته شدم؟ میخوام زن بگیرم. چند تا عکسم اتفاقا پیدا کرده بودم. میگیرم برات مامان، میگیرم. اتفاقا تو جلسه 2 تا دختر دیدم، دوقلو، یکی از یک خوشگل‌تر. دختر بتول خانم. عکساشون هم دارم. بیا عکساشون ببین. عکساشون ماجی گوشی دارم. جلسه ای من نمیخوام. حالا نگاه کن. نه جلسه چند اول دختر بتول خانم، اینم دختر شمس خانم. نه اینو نگاه کن تو، من اینی که مد نظر دارم بیشتر. اون چرا پاش اینجوری آورده بالا؟ این چه ایناست کار میکنن دیگه، ورزشکاره. نگاه کن خدایی. مادر من اینا به درد زندگی نمیخورن. چرا به درد زندگی میخوره دیگه؟ کمرش نشکسته الان؟ نه این ورزشگاه چقدر بالا اینجوری به دختر بتول خانم میاره. نگاه کن این خوبه. خدا که مادر کسی تو جلسه نمیاد این کارو بکنه که. بپرس ازشون شد. این چیه این؟ مثل دفتر نقاشی خود چه رنگ و رنگ. خوشگل تتو داره دیگه. نه به درد زندگی نمیخوره. این چی این خوده؟ زبونش کرده بیرون. حتی این سفید زود کثیفش. بازیگره کیم داداشی چی این نگاه کن تو جلسه اینجوری اگه پستت خورد من قبول میکنم. چادر سرشون تو جلسه نجیب. تو جلسه زنونه چرا با چادر سرش؟ میان دیگه با چادر میان با مانتو میان. نه دیگه نمیان لخ بشن مثل اینا که. نقاشی کرده غیر بابا. اینو چیز کن تو جلسه پیدا کنی من میگیرمش. مثل اینم زیاده. اگه مثل این تو جلسه پیدا کردی من 3 تاشو میگیرم. اینو نگاه کن مامان. اوف. دایی خوب نیست؟ نه. تو خودت پسر جل زده لواش پیخا ببرمش داری چشان آبی یه پسرم چش آبی مفلفلی. خودم برات پیدا میکنم اون بهترین دختر. این خیلی خوبه. این خیلی خوبه مامان. این چی نجیب، نگاه کن با وقار با شخصیت، آشپزیش هم خوبه. خانوم همین رو تو عکس فهمیدی؟ آشپزیش خوبه تو عکس فهمیدی؟ معلومه این زن زندگی هنرمند. این میدونی کیه؟ این خوبه این راضیه. اینو بریم. این الهام چرخنده است. چرخنده کیه؟ هر کی از خوبه حالا الهام باشه هر کی باشه. با این 45 سالشه مادر من. این خوبه آشپزیش خوبه خانوم بعد کجا 45 سالشه از کجا نوشته کجا نوشته چه پشتش می‌نویسه اینا حجاب میخوام چیکار؟ خب من اینو به قرار بدون حجاب ببینم تو خونه که با حجاب نمیچرخه که. من از من اینو قبول دارم. من دیگه بقیه الان تو چی داری ببینم تو چی داری؟ 2 تا دختر داره بتول خانم یکی از یکی قشنگ‌تر. آره دوقلو جوریه که یکی قشنگ‌تر. ما تو دیگه این از اون قشنگ‌تر این از جفتش اگه با هم بگیریم که تخفیف نمیده مثلا. من مسخره کردی؟ نه به خدا. شمس خانم هم داره. یکی هم اون داره یه نره. این عکس‌ها رو تو گوشی چیکار می‌کردی؟ من خیلی وقت اینا میخوام بگم جرأت نمی‌کنم. خیلی خانم ببین یه ذره ورزش زیاده ولی درست میشه. گفته که شما من مربی من زن میخوام بگم ورزشکار گیرم بیاد لاغر شه. گفته آره دستش درد نکنه باز. اینم بذار خیلی قدش بلند زیادیه ولی خب خوبه با تو خوبه. محمد دماغم 2 بار شکسته اندازه دماغی نیست. مادر چیکار داری به جزئیات صورتش؟ زن میخوام بگیرم واسه زیباییش واسه متانت. عمل میکنی. هوپا